عزیزان، من اومدم با یه آموزش دیگه. میخوام آموزش روشن کردن پریز برقه بهتون بگم. امیدوارم که به دردتون بخوره و از این آموزش تو زندگیتون و تو روزمرگیاتون استفاده کنید. ما دستمون رو میبریم به سمت پریز و حالا نگاه میکنیم که ببینیم کدوم پریز مربوط به برق میشه. اصلا ما میخوایم اینجا بدونیم هدفمون از روشن زدن این پریز چی هست. حالا من فعلا هدف خاصی ندارم، فقط میخوام به شما آموزش بدم. به خاطر همین این پریزی که برق توش نداره رو فکر کنم من ببخشید اشتباه شد، این برق داشت. اینو من از دوباره برمیگردم به حالت قبل. این یکیه فکر کنم. اینو ما میزنیم پایین، پریز روشن میشه، میزنیم بالا، خاموش میشه. امیدوارم این آموزش به دردتون خورده باشه. متشکرم که ما رو دنبال میکنید. تا آموزش های بعدی، خدا نگهدار.